دوستان عزیز، صحبتی که امشب میخواهم خدمت شما داشته باشم در باب شفاعت روز قیامت است. در باب شفاعت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. البته برادر بسیار التماس کردن از ما که در موضوع شفاعت یک چیزی صحبت داشته باشه. بعضی شخصیت ها بودن که شفاعت قبول ندارن، شفاعت رد میکردن. به این خاطر من امروز خواستم که یک چیز در باب شفاعت جناب پیغمبر در روز قیامت، که پیغمبر بزرگوار ما چقدر یعنی پیغمبر دلسوز و غمخوار و مهربان در حق امت بود، در روز قیامت هم چی دلسوزی و مهربانی میکرده است. ان شاء الله امروز یک چیز در باب شفاعت صحبت میکنیم. برادران عزیز، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم را خداوند در قرآن براش امر کرده است که استعیذ بالله و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. صدق الله العظیم. رب العالمین برای پیغمبر بزرگوار ما امر کرد که ای محمد صلی الله علیه وسلم شبها خیز نماز تهجد بخوان، پروردگارت میخواهد که تو را به مقام محمود برسانه. درباره مقام محمود مفسرین میفرمایند که مقام محمود مقام شفاعت است. مقام محمود درجه هست که در روز قیامت از همه بنده های خدا یکی از اونها یکم جا میگیره، یعنی یکم درجه را از خود میکنه. اون درجه هم اون مقام محمود است. پیغمبر بزرگوار گفتن که خداوند برای من وعده کرده است، من از خداوند امید دارم که اون مقام محمود یعنی جایگاه و نصیب من است. به این خاطر شفاعت یعنی این غمخواری و مهربانی و پشتگیری از شخصیت هایی که گناهگار هستند، از شخصیت هایی که در حالت خیلی مشقت و دشواری مبتلا هستند، از اونها شفاعت می شود. البته انسانی که وی پاکیزه هست، از دنیا پاک رفته است و یعنی احتیاج حاجت به شفاعت نداره. شفاعت برای ما بر این گناهگارها هست، برای ما بر این شخصیت هایی که در روز قیامت حساب و جواب سخت داریم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت فرمودند که لکل نبی دعوت مستجابة فتعجل كل نبي دعوته و ان اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. جناب پیغمبر گفتن خداوند برای هر یک پیغمبر یک دعای مخصوص داده است که اون دعاش حتما قبول میگردانه. تمام پیغمبرها اون دعاشون در دنیا کردن، در حق امتهاشون اون دعا را دعا کردن. جناب پیغمبر گفتن من اون دعای مخصوصه به قیامت برای گناهگارهای امتم ذخیره کردم، باقی گذاشتم. یعنی اون دعا ما در دنیا دعا نکردم و برای گناهگارهای امتم، برای شفاعت کردن امتهم این دعا ما به آخرت باقی گذاشتگی است، ذخیره کردم. جناب پیغمبر گفتن که از خداوند امید دارم که یعنی این دعای من در قیامت در حق امتم قبول می شود و هر شخصیتی که از دنیا به ایمان رفته باشه و به خدا شریک نآورده باشه، اگرچه چند گناهگارم باشه، خداوند به سبب دعا و شفاعت من او را از آتش ابدی دوزخ خلاص می گرداند. در روایت دیگر که این حدیث مسلم است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه روایت کردند که ان النبی صلی الله علیه و سلم تلا قول الله عز وجل فی ابراهیم ربی انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني الآیه. وقال عیسی علیه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. حضرت
عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم روز این آیت هایی که تلاوت کردیم اینها را میخواندند. یکی از اونها دعای حضرت ابراهیم بود که حضرت ابراهیم دعا کردند که پروردگارا انهن ازللن کثیرا من الناس، تن این بتها و یعنی این نمرودی ها بسیاری مردم در ضلالت و گمراهی بردند، یعنی از خدا دور کردند. فمن تبعنی فانه منی، کدام از اینها ای پروردگار اگر متابعتی و پیروی من کنه امتی من هست. و دیگر آیتی که حضرت عیسی علیه السلام یعنی در حق امتاش خواندن، گفتن ای پروردگار این تعذبهم فانهم عبادک، تن اگر این بنده ها را عذاب کنی اینها بنده هات هستند. خب فانک انت العزیز و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر پروردگار گناه های اینها را مغفرت کنی و ببخشی تو بسیار بخشنده مهربان هستی. پیغمبر بزرگوار این آیت ها را تلاوت میکردند و دستی مبارک می برداشتند و دعا میکردند، میگفتند اللهم امتی امتی، میگفتند ای پروردگار امتهام جناب پیغمبر گریه میکردند. حضرت عمرو بن عاص میگه وقتی گریه میکردند این لحظه الله حق سبحانه و تعالی به سوی حضرت جبرئیل علیه السلام گفت که اذهب الی محمد و ربک اعلم فاسأله ما یبکیک. حضرت جبرئیل خداوند فرستاد گفت ای جبرئیل نزد محمد بره و از محمد بگو که پروردگار میدانه، خبردار است از حالتش و بپرس که برای چی گریه داره، برای چی گریه میکنه. فاتا جبرئیل علیه السلام، حضرت جبرئیل علیه السلام نزد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم آمدند. فسأله فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم بما قال و هو اعلم. فقال الله، میگه وقتی آمدن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن یعنی در حق امت هام دعا میکنم، برای امت هام گریه دارم، حالا که پروردگار میدانست خودش. فقال الله یا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوء. میگه جبرائیل وقتی نزد خدا رفتن گفتن ای پروردگار این محمد صلی الله علیه وسلم برای گناهگارای امتش گریه داره که اینها حال یعنی دشواری و مشقت دارند در قیامت. میگه رب العالمین به سوی حضرت جبرائیل گفت که بگرد به نزد محمد بره و برای محمد بگو که من در برابر گناهگارهای امتش راضیش میگردانم، ناامیدش نمیکنم. یعنی خداوند درجه و وعده شفاعت کردن قیامت در همین دنیا برای پیغمبر بزرگوار ما صلی الله علیه وسلم یعنی که وعده کرد. در روایت دیگر که این حدیث بخاری هست از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. تن هر شخصیتی که وقتی اذان شنید بعد از اذان این دعای اذان کنه که در آخرش این است که ای پروردگار برای محمد وسیله یعنی اون مقام و درجه شفاعت و فضیلت نصیبش بگردان و به مقام محمود پیغمبر بزرگوار ما را برسانه. جناب پیغمبر گفتن هر شخصیتی که بعد از یعنی که نماز بعد از شنیدن دعای بعد از شنیدن اذان این دعا را کنه برای او در روز قیامت شفاعت من واجب می شود، یعنی او شخصیت من در روز قیامت شفاعت میکنم. اکنون برادران عزیز این حدیث ها همشو دلالت برای چی دارن؟ برای یعنی درست بودن و حق بودن شفاعت، که شفاعت هست و حق است. اکنون پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم اون حالت سختی و دشواری روز قیامت بیان کردن. حضرت فرمودن که انا سید الناس یوم القیامه، گفتن من بهترین مردم در روز قیامت هستم، یعنی که افضل ترین بهترین مردم هستم. و هل تدرون بما ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في سعيد واحد. خب فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو شمس فيبلغ الناس من الغم والكرب
ما لا یطیقون و ما لا یحتملون. جناب پیغمبر گفتن روز قیامت بسیار روز دشوار و سختی هست که خداوند از یکمین شخصیت، یعنی از حضرت آدم علیه السلام تا آخرین کودکی که در دنیا تولد می شود، همه را در یک صحرایی که فقط خاک است، فقط رشد است، در اوج دیگر نه کوه است و نه درخت است و نه یگان سرپناه و سایه است، همه چقدر رشد است، همه مردم در اونجا جمع میگردانه. افتا چقدر پس شده است که تمامی مردم مغز سرشون میسوزه. همه مردم در یک حالت خیلی دشواری و مشقت سختی هستند که طاقت آور نیست، طاقت نمیکنن. بسیار مردم حالتی سخت دارن. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن خب فیقول بعض الناس لبعض الا ترون ما انتم فیه الا ترون ما قد بلغکم الا تنظرون من یشفع لکم الى ربکم. میگه مردم با چنان عذابشون از حد زیاده میشده است که دیگر بی خود و بی طاقت میشدن. بعضیشو با بعضیشو صحبت میکردن، میگفتن آیا ما چاره این کار را نمیبینیم؟ آیا در فکر حل این کار نمیشویم؟ بیای نزد شخصیت برویم تا اینکه برای ما شفاعت کنه، دعا کنه، نزد خداوند برای عذر خواهی کنه تا اینکه ما را از این عذاب قیامت پروردگار نجات بتیه. این لحظه خب مردم میگه می آمدن فیأتون آدم، نزد حضرت آدم علیه السلام می آمدن، فیقولون یا آدم انت ابو البشر خلق الله بیده و نفخ فیک من روحه و امرک الملائکة فیسجدوا لك اشفع لنا الى ربک الا ترون الى ما نحن فیه الا ترون الى ما قد بلغنا. تمامی مردم میگن نزد حضرت آدم علیه السلام می آمدن، میگفتن ای آدم تو پدری تمامی ما انسانیت هستی، پدری تمامی آدم ها هستی، تو شخصیتی هستی که خداوند تو را به ید قدرتش خلق کرد، خداوند از روح خودش در قالب و بدن تو دمید، خداوند ملائکه ها را امر کرد برای تو سجده کردن. آیا تو نمیبینی که امروز ما چی حالتی سخت داریم، چی حالتی دشواری داریم؟ آیا نه این عذاب ما را نمیبینی؟ حتی در دیگر روایات جناب پیامبر گفتن بعضی ها را عرق بدنش تاب و جیلک میشه، بعضی ها را تا زانو، بعضی ها تا ناف، حتی بعضی ها تا لبه ها را در عرقشون یعنی فرو میروند و چنان عرق از بدنشون میریزه. این مردم نزد حضرت آدم یعنی می آمدن که برای نزد پروردگار شفاعت که برای دعا که خداوند ما را از این عذاب سختی قیامت خلاص کنه. فیقول آدم این ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولم یغضب بعده مثله و انه نهانی عن شجرتی فعصیت نفسی اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح. میگه وقتی از حضرت آدم میپرسیدن، حضرت آدم میگفته که امروز پروردگار به چنان در غضب هست که یگان بار این چنین غضب نکرده بود، بعد از اینم دیگر این چنین غضب نمیکنه. امروز من به حال جان خودم سرگردان هستم، امروز از دست من چیزی نمی آید. خداوند من امر کرد که ای آدم در جنت داخلم کرد، گفت همه نعمت جنت در اختیارت، اما به این درخت نزدیکی نکن که اون درخت بعضی ها درختی گندم گفتن، بعضی ها علم گفتن، به این درخت نزدیکی نکن. من به او درخت نزدیکی کردم، امروز که باشه من شرم میدارم، من نزد خداوند رفتن نمیتونم. نزد دیگر کس بروی، گفتن نزد حضرت نوح بروی. میگه تمام مردم جمع میشدن، فیأتون نوحا فیقولون یا نوح انت اول الرسول الى الارض والسماك الله عبدا شکورا اشفع لنا الى ربک الا تروا ما نحن فیه الا تروا ما قد بلغنا. میگه تمام مردم میگفتن ای حضرت نوح تو یکمین پیغمبرها بودی، تو را خداوند بنده شکرگزار خواند، بنده شکورت گفت. آیا نمیبینی که امروز ما در چی حالت هستیم؟ چقدر دشواری و مشقت در بالامون آمده است؟ نزد پروردگار برو، شفاعت کو، دعا کن تا اینکه خداوند ما را از این عذاب خلاص کنه. فیقول لهم ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبل مثله ولم یغضب بعده مثله و انه قد کان لی دعوة دعوت بها على قومی نفسی اذهبوا الى ابراهیم.
حضرت نوح علیه السلام هم چنین میفته. امروز میفته پروردگار بچنان در غضب هست که هرگز چنین غضب نکرده بود، بعد از آن هم چنین غضب دیگر نمیکنه. امروز یعنی که از دست من چیزی نمیآید. من در دنیا برای امت هم دعا کردم که پروردگار اینها را از روی زمین نابود بگردم، و دعای من خداوند اونها را هلاک کرد. امروز من از روی اون گناهگارهای امتم یعنی که دلیاو نمیشم، شرم میدارم که نزد خداوند بروم. نزد دیگر کس بروی گفتن نزد حضرت ابراهیم علیه السلام. میگه تمام مردم فیأتون ابراهیم فیقولون انت نبی الله و خلیله من اهل الارض اشفع لنا الى ربك الا تروا الى ما نحن فيه الا تروا الى ما قد بلغنا فيقول لهم ابراهیم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله و ذکر کذباته نفسی نفسی اذهبوا الى غیر اذهبوا الى موسی. حضرت ابراهیم علیه السلام هم میگفته که امروز پروردگار به چنان در غضب هست که هرگز چنین غضب نکرده بود، بعد از آنم چنین غضب نمیکنه. امروز منم به حال خودم سرگردان، فقط وای جان خودم میگم. من در حیاتم 3 دروغ گفته بودم، از اون دروغ هم امروز شرم میدارم. از این دروغ هم شرم میدارم که نزد خداوند یعنی که چیکار کنم؟ بروم شفاعت کنم، بروی نزد دیگر شخصیت. اکنون اون دروغاش هم یعنی دروغهای شرعی بودن. یکمش همراهی همسرش حضرت ساره مادرمون بود. وقتی در راه قپیدن شو گفتن همسرت هست، گفت نه خواهرم هست. اگر میگو همسرم هست شاید اگه خیانتی در حقشون میکردن. دویم دروغش وقتی که بتها را شکست، وقتی نمرودی ها آمدن گفتن ای ابراهیم بتها را تو شکسته؟ حضرت ابراهیم گفت نه این بت کلانی شکست است. گفت این نخواست که در برابرش خداها باشن، این شکست شد. یعنی دویم دروغش بود. سوم دروغش وقتی که قومهاش یعنی پدر و برادرهاش التماس کردن، هر سال یک روز عید داشتن، از شهر بیرون میرفتن، زارش کردن که همراهی ما بره. بین راه همراهیش رفت دید که اونها قصد نیتی بد دارن، که یعنی در اون بالای کوهستان میرون، عرق نوشی و فاحشه‌گری دارن. حضرت میگه خچه در زمین یعنی در زمین افتاراند، گفت انا سقیمن، گفت من بیمار هستم، یعنی که نرفت همراهشون. این جمع دروغ گفت از این 3 دروغم شرم میدارم که امروز نزد خداوند شفاعت کن. بروی نزد موسی علیه السلام. فیأتون موسی صلی الله علیه وسلم فیقولون یا موسی انت رسول الله فضلك الله برسالته و بتکلیمه على الناس اشفع لنا الى ربك الا ترون الى ما نحن فيه الا ترون ما قد بلغنا فيقول لهم موسى عليه السلام ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله واني قتلت نفسا لو امر بقتلها نفسی اذهبوا الى عیسی علیه السلام. وقتی نزد حضرت موسی می رفتن، حضرت موسی چنین با تکرار میکرده که خداوند امروز با چنان در غضب هست که هرگز چنین غضب نکرده بود، بعد از آنم چنین غضب نمیکنه. من گفتم در حیاتم یک انسان به غیر حق کشته بودم، یک شخصیت به خاطر ادب. حضرت موسی میگه یک چپلاخش زد مرد، در زمین افتاد مرد. حضرت گفتن که من خداوند امرم نکرده بود. همین یعنی یک شخصیت یک تزدم مرد، از روی این که یک کس به گناه کشتم امروز شرم میدارم نزد خداوند. وای یعنی نفسی خودم، وای با جان خودم. گفته حضرت گفتم بروی نزد حضرت عیسی علیه السلام. همه مردم آمدن نزد حضرت عیسی علیه السلام. با سوی حضرت عیسی گفتن که ای عیسی، خداوند تو را یعنی که روح در اختیار داده است و برای تو یعنی معجزات داده بود، برو نزد پروردگار امروز شفاعت کن، ببین که ما چقدر حال سختی داریم. یعنی حضرت عیسی علیه السلام هم چنین میگفت است که امروز خداوند با چنان در غضب هست که هرگز چنین غضب نکرده بود، بعد از آن هم چنین غضب نمیکنه. امروز گفته من نمیدانم. در این روایت گفته که حضرت عیسی یعنی ذکر نکرد عیب کم بودیشه. در دیگر روایت ها آمده که حضرت عیسی گفتن که این بدبخت های پیروای من بچه خدا گفتن، مادر من مادر خدا، یا اینکه زن خدا گفتن. حضرت گفتن که من از این گناهگارا و پیروای امتم شرم میدارم امروز نزد خداوند بروم. گفتن از دست من این کار نمیآید، امروز من به حال خودم سرگردانم. حضرت عیسی گفتن اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد صلی الله علیه و سلم. گفتن اگه امروز به سوی غیر من، به سوی محمد صلی الله علیه و سلم بروید.
فیأتونی فیقولون یا محمد انت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خاتم الانبیاء و غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر اشفع لنا الى ربك الا تروا ما نحن فيه الا تروا ما قد بلغنا. میگه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه تمام مردم نزد من می آیند و سوی من میگن که ای محمد صلی الله علیه وسلم تو حبیب خدا دوست خدا بودی، خداوند تمام گناههای تو را، گناههای یعنی پیش کرده و ناکرده، گناهی آشکار و پنهانی تو را بخشیده است. ببین که ما چقدر در حالت سخت و دشواری هستیم، نزد پروردگار برو دعا کن تا اینکه پروردگار ما را از این عذاب خلاص کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این لحظه من از جا میخیزم و نزد عرش پروردگار میرم و سر در سجده میگذارم. بعد از آن خداوند برای من یک الهامات، یک مدح ثنای در زبانم جاری میکنه که پروردگار چقدر به خوبی یاد میکنم، ذکر میگم، وصف میکنم، دعا میکنم. پروردگار غضبش پست میشه و رحمش در جوش میآید. یعنی خداوند در رحم میآید، خداوند غضبش پست میشه. بعد از آن میگه رب العالمین، میگه وقت زبان من این قدر مدح و ثنای خوب جا میکنه که برای یگان کس چنین مدح خداوند نصیب نگردانده بود. وقتی خداوند میگه غضبش پست میشوه و رحمش بالا میشوه، به سوی جناب پیغمبر میفته که یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع. میگه رب العالمین میفته که ای محمد صلی الله علیه وسلم سر تبو بردار، یعنی دیگر در سجده نیست، سر از سجده ببردار، بگو هر چیزی که میگوی من ترا گوش میکنم، بپرس هر چیزی میپرسی من برای تو میدهم، شفاعت کن که امروز شفاعت کننده تو هستی. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که فارفع رأسی فاقول یا ربی امتی امتی. میگه سرم از سجده میبردارم، میگم ای پروردگار من دیگر پیغمبرها بر این نفس نمیگم، میگم امتام امتام، امروز امتای من از این عذاب و مشقت قیامت، رنج قیامت خلاص کن. رب العالمین لحظه میفته فیقال یا محمد ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب والذي نفسي محمد بيده إنما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. جناب پیغمبر گفتن که خداوند میگه ای محمد بخیز از امتها 70,000 شه یا اینکه شخصیت هایی که برای اون حساب نیست، از این در راستی جنت به حساب بگی و داخل جنت کن که امروز برای تو مقام شفاعت است. جناب پیغمبر گفتن قسم به نام خدا که بین درهای جنت یک منطقه را نام گرفتن. جناب پیغمبر گفتن از مکه تا همون جره، یعنی چقدر پهن و وسیع و کشاد است بین هم پهلو درهای جنت. یعنی که در روز قیامت یگان پیغمبر از دستش یعنی شفاعت نمی آمده است. خداوند برای پیغمبر بزرگوار ما محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مقام شفاعت می داده است که الحمدلله این مسئله اعتقادی ما هست. ما باید به شفاعت باور داشته باشیم. در باره شفاعت جناب پیغمبر 4 مذهب اهل سنت و الجماعه یگان تا اینها تردید ندارند، همه شفاعت قبول دارند. الحمدلله ما اعتقاد و باوری داریم و امید از شفاعت پیغمبرمون داریم. به تعبیر مولانا گفته که نماند به زندان دوزخ اسیر کسی را که باشد چنین دستگیر، نماند به دوزخ کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو. یعنی که انشاءالله ما امید داریم که پیغمبر بزرگوار ما را در روز قیامت شفاعت میکنه. اون آیتی که در سوره والضحی هم هست ولسوف یعطیک ربک فترضی، رب العالمین برای جناب پیغمبر که ای محمد پروردگارت برای تو آنقدر درجه و مقام شفاعت میدهه که در برابر گناهگارهای امتت تو را از خودش راضی میگردانه. اهل اصحاب پرسیدن گفتن یا رسول الله شما در کدام حالت از خداوند راضی میشوی؟ جناب پیغمبر گفتن و ان لا ارضى و واحد من امتی فی النار، گفتن من از پروردگار راضی نمیشم اگر یک امتم در دوزخ بمانه، تا آخرین گناهگار امت من از دوزخ بیرون نکنم. جناب پیغمبر گفتن من از پروردگارم راضی. یعنی که خداوند وعده کرده است برای پیغمبر بزرگوار که در برابر گناهگارهای امتت من ترا راضی میگردانم.
اکنون برادران عزیز وقتی ما هم رسید پیش از دعا کردن، خب اعلان داریم یکمش این که فردا انشاءالله شب 27 تراویح ما هست. عادت دائمی مردم ما همین است که شب 27 شب قدر یعنی که میشینیم، اینم در روایت آمده است. البته دیگر روایت ها هستند که جناب پیغمبر گفتند که در شبهای تاقی رمضان یعنی 21 و 23 و 25 و 27 و 29 شب قدر جستجو کنه. اما روایت از حضرت عایشه مادرمون هست که حضرت گفتند که شب قدر یعنی که ما در شب 27 یافته بودیم. دیگر دوستای خدا هم دارن چنین روایتی که در شب 27 بود. فردا انشاءالله شب قدر هست. فردا دعوت عامه در همین مسجد یعنی که افطار کلان است. برادرها افطار دارند. انشاءالله که یک جای افطار میکنیم، یک جای یعنی با صحبت ها میشود. کدام شخصیت اگر یعنی قدرت و قوت توانایی داشته باشه شب قدر عبادت کنه، شب زنده داری کنه، بسیار فضیلتش بالا هست. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. گفتن هر انسانی که شب قدر شب زنده داری کنه، عبادت کنه، خداوند گناههای گذشتگی و شخصیت مغفرت میکنه، گناهاش میبخشه. یعنی یک شب است اما خیلی ثوابی کلان داره، ثوابش خیلی ثوابی بزرگ است که ثوابی یعنی 83 سال بهتر از یعنی 1000 ماه گفتن جناب پیغمبر. ان شاء الله فردا درباره شب قدر درباره فضیلتش صحبت میشود. اکنون دیگر یعنی